وحید چیکار میکنی پشت؟ داداش امروز یدکشم هیچی نگو، کمین کردم ببینیم کی گیر میکنه، بریم درش داریم یک پولی بگیره. وحیدی پسره با ایکس 22 رو کو گیر کرده، یه سرویس میری باش؟ خب گوه مخوره با ایکس 22 میره رو کو. بگو برگرده خودش هرچی رفته. وحیدی دختره با ماتیز رفته رو کو گیر کرده. خب مگه او دختر دل نداره؟ مگه ماتیز ماشین نیست؟ کجای بریم کمکش؟ بری چی اینقدر زن ستیزی تو؟ پول، خوشبختی، ثروت، ویلا قاسمی دختر. زنگ زدی حالا بپرسی؟ تو گوه خوردی پوفیوز، یک سال تو ما زنگ نزدی. امروز برفی یادم افتادی؟ ندارم آقا، یدکش نداره. مجید دارم میام کافه، امروز میخوام کروسان بزنم تو موکا، یک کروسان برام بزنم با موکا. پول است. رو کوه گیر کردی؟ با دختر یا پسر نمه؟ با دختر رفیقم داره زیده؟ آمدم. یک مش پسرن 10 تومن بزن میام. ماشینتون چیه خانوم؟ با دوچرخه رفتید؟ اشکال نداره فدای سرتون، خودتون که طورتون نشده. اومدم خدمتتون، من دارم دوچرخه کشم دارم اومدم. ماشینت کجا گیر کرده؟ کو یدکشه؟ یدکشم یک مشتری خانم داشتون تو ماشین، خوابش برد تکونش ندادم دیگه. ماشینت کجای ولش کن. الهی اینا نگیر قد کن.